بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترم عزیزان تماشاگران محترم، ما امروز در برنامه آنلاینی نوبتی مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان قرار داریم و موضوع صحبت ما در بیان عقیده اهل سنت و جماعت می باشد. برای پاسخی عزیزان که به قدری وسع طاقتی که دارم تیارم، مبادا اگر یک سوال ها باشد در مورد بیان عقیده اهل سنت و جماعت می توانید آزادانه با من سوال قدیم مراجعه نمایید. من می خواهم پیش از آغاز سوال و جواب موضوع صحبت من که از بس که درباره بیان عقیده اهل سنت و جماعت است کوتاه معلومات دهم و درباره سیر تاریخی علم کلام کوتاه میخواهم و معلومات شما برسانم. در زمان صحابه و تابعین که به برکت صحبت رسول خدا صلی الله علیه و سلم و به سبب قرب زمان او یگام اختلاف و نزاع نبود و از جهت صافی عقیدهشان یگام نزاعها در مابینشان نبود. بعد زمان آنها که همچنان که حضرت علامه تفتزانی در شرح عقاید نصفی در صفحه 6 بیان می نماید که امور مسلمین در دست بعضی ظالمان افتاد، اهل اهوا و اهل بدعت از فرصت مناسب استفاده برده مردم را از عقیده صافی پیغمبر و صحابهان منحرف می‌کردند و حتی به حد رسید که بعضی گروه‌های اهل اهوا و اهل بدعت از جمله خوارج، معتزله، روافض، مرجئه، قدریه و دیگر اهل بدعت از فرصت مناسب استفاده بردند مردم را از عقیده صافی پیغمبر و صحابگان منحرف می‌کردند. وقتی این واقعه ضرورت پیش آمد، عالمان و متقیان کامل برای اصلاح عقیده مردم میان بستند. یکی از جمله همون انسان‌ها که عالمان کمال و متقیان کامل بودند که از جمله متأخرین تابعین حساب می شود حضرت امام اعظم رحمت الله علیه است که برای اصلاح عقیده مردم تا اینکه مردم گمراه نشوند و مردم و از عقیده پیغمبر و صحابه دور نروند گفته میان بستند. حضرت امام اعظم رحمت الله علیه از جمله همون ذاتانی بود که از آیات‌های قرآنی و احادیث حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم همچنین که بزرگان در کتاب می‌آورند زیاده از 83,000 مسائل دینی را استخراج و استنباط کردند و مردم را از عقیده فاسده و تعبیرهای باطله اهل اهوا و اهل بدعت رها دادند و مردم را در عقیده صافی حضرت پیغمبر و صحابگان استوار و مستحکم نمودند که من بعد کدام انسان‌هایی که در این دین خدمت کردن خیشچین خدمت این مرد ابرمرد است. همچنانی که حضرت امام شافعی رحمت الله علیه هم در حق حضرت امام اعظم رحمت الله علیه گفتند همه مردم خانواده و سبق آموز ابو حنیفه اند، زیرا حضرت امام شافعی رحمت الله علیه خدمت‌های حضرت امام اعظم رحمت الله علیه را و در مقابل اون اهل بدعت و اهل چی معتزله و چی خوارج چی روافض چی ها چه مبارزه ها بودن اونها درک کرده بودند و فهمیده بودند، برای همون این سخن را در حق حضرت امام اعظم رحمت الله علیه گفتگی بودند. اصلا اهل سنت و جماعت میگویند اصلا سنت چیست؟ سنت در لغت به معنای راه و روش است و در اصطلاح شریعت سنت رفتار و گفتار و تقریرات حضرت محمد علیه السلام را میگویند. تقریر چیست؟ تقریر همین است که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم از صحابگانش چیزی میشنود یگان کاری یا گفتند هیچی نمیگن، یا که نمیشه در پیش حضرت پیغمبر یک کار انجام میدهند او را
و حال خودشون میمونن امیر تقریر میگن. یعنی خلاصه خواه رفتار، خواه گفتار و خواه که کردار صحابه های حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشن، حضرت پیغمبر در مقابل فعل اوها اگر سکوت ورزیده باشن، این تقریر حضرت پیغمبر و سنت حضرت محمدی صلی الله علیه و سلم میگن که اهل سنت عبارت از همین. یعنی اهل سنت انسان‌هایی هستند که ظاهر قرآن و احادیث حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم به چون چرا قبول دارن بدون تعویل های باطل. ایرا چی میگن؟ ایرا اهل سنت میگن. اهل سنت یعنی خلاصه یک جماعت سنتگرا، نه جماعت اهل اهوا و اهل بدعت. اهل جماعت انسان‌هایی که اجماع امت را، یعنی اجماع صحابه را همچون دلیل شرعی قرار دارند، همچون که حضرت علامه تفتزانی در شرح عقاید نصفی می‌فرماید که سنت، اهل سنت انسان‌هایی هستند که ظاهر قرآن و احادیث حضرت پیغمبر را میپذیرند بدون تعویل‌های باطل، و اهل جماعت انسان‌هایی که پیروی حضرت صلی الله علیه و سلم و صحابگان او را چی میگن؟ اهل جماعت میگن. یعنی به طور خلاصه بگیم اهل سنت و جماعت یک اهل سنتگرا، یک اهل جماعتگرا، نه تفریقگرا و فرقه ساز گفتگی. که حضرت اصلا اسلام خودش یک طرفدار یک پارچگی انسان ها است که باید انسان ها همه یک پارچه باشن، یک رویه داشته باشن، یک اعتقاد داشته باشن، باید که در اینها در مابین اینها تفریقه نباشد. لکن که متاسفانه همچنانی که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در زمان خودشان و طریق الهام اشاره کردند، این را حضرت عبدالله ابن عامر روایت میکند. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکشان فرمودند لبا شما یاد لبا میشنم که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که بنی اسرائیل 72 گروه شدند، امت من در آیند 73 گروه میشوند که اونها همه‌شون در نار هستند مگر یک گروه. گفته شد برای حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم که او گروه ناجیون کیها هستند. حدیثان و بیان اسرائیل یعنی جودها 71 گروه شدند، بنی نصرانی‌ها 72 گروه شدند و امت من 73 گروه می شود که همشون در دوزخ هستند اگر یک گروه. در یک حدیث دیگر آوردن علیکم بالسواد الاعظم و من شذ فی النار، گفتن که لازم بود به شما با بسیاری کدام طرفی که امت بسیاری را قبول کرده باشن او را چی میگن؟ یعنی سواد اعظم میگن که اشارت به سوی علما میگن اهل سنت و جماعت است و شخصی که تفریقه کند در مقابل اونها جدا شوند بران یا همین اهل بدعت اهل اهوا هستند. که علما میگویند شناخت دین از نظر اهل سنت و جماعت همین است که اصل چیه؟ قرآن و حدیث است. محور در شناخت دین چی است؟ قرآن و حدیث است و عقل سبب است. اگر باشه سبب نباشه، عقل نباشه، او هیچ چیز نمیفهمه. اصل در شناخت دین اصلا چی است؟ قرآن و حدیث است. یعنی هر چیزی که در ظاهر قرآن و احادیث صحیح حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده است برای امت واجب است که او را بچون چرا باید قبول داشته باشند. اهل بدعت در علما میگویند شناخت دین در نزد اهل بدعت چی است؟ عقل است. میگه عقل اصل محور در شناخت دین عقل و آیت و قرآن و حدیث حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم سبب است و از همین جهت اونها گمراه شدند و دیگرها را گمراه کردند. از همین جهت که عقل اصل محور دین شناخت دین گرفتن، بسیار آیات های قرآن را و احادیث حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را تعویل کردند و با عقیده پیغمبر و صحابگان ضد برآمدند. زیرا مثلا درباره
دیدار و رویت خداوند جل و علا خود در قرآن خبر می‌دهد. استعیذ بالله در سوره قیامت آیه 22 23 که استعیذ بالله وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظرة. بعضی صاحب‌های روی‌ها در روز قیامت تازه و تابان به سوی پروردگارشون نظر میکنند. ظاهر قرآن همین است، لکن اهل بدعت این را گرفتن، از جمله خوارج، از جمله معتزله، از جمله روافض. اینو چی میگن؟ میگن که این تعبیر داره. یعنی مردم امام اعظم رحمت الله علیه میگه که خداوند جل و علا شیء است، همچنان که در کتاب فقه اکبر بیان میکرد و هو شیء لا کالاشیاء و معنی شیء اثباته بلا جسم و جوهر و عرض گفتن بیان میکرد. همین سخن را حضرت امام اعظم پرسن که تو اگه یافتی که خداوند جل و علا را تو میگوی شیء است؟ برای خداوند جل و علا حضرت امام اعظم رحمت الله علیه میگه که من از استادم حضرت حماد ابن سلیمان شنیدم که همین خیلی گفت. حضرت سلیمان ابن حماد میگه که من شنیدم از حضرت استادم ابراهیم نخعی همین خیلی گفت. ابراهیم نخعی میگه که من شنیدم حضرت علقمه همین خیلی گفت. حضرت علقمه میگه من شنیدم استادم حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه را همین خیلی گفت. حضرت عبدالله بن مسعود میگه من شنیدم استادم حضرت ای شیء اکبر قل الله. یعنی شیء اطلاقش در قرآن و احادیث حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده است که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک روز در مسجد نبوی نشسته بودند، در صحابه کرام حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در لبن و علیکم السلام. آره دوست یک سوال هم مثلا اعتقادی خاطر را شما پوچه میخوام انده با تفصیل عبارت سوال هم چبتیه. خب میشنم. همین اصول عقیده اهل سنت و جماعت از چی عبارت است؟ سلامت باشید. این در اهل سنت و جماعت کدام مذهب داخل میشن؟ همین را میخوام با تفصیل یک بیان کنید برای عموم مردم. بارک الله. خب ان شاء الله حاضر پاسخ شما را میگردم. سلامت باشید، خدا نگهدار. سلامت باشید. حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در نزد مسجد نبوی نشسته بودند. شب 14 ماه شب 14 بود. پیغمبر صلی الله علیه و سلم صحابگانش را خطاب کرد، گفت انکم ترون ربکم کما ترون القمر فی هذه اللیله لا تضامون فی رؤیته. این را 21 صحابه کرام حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت کرده. حدیثی متفق علیه است. حضرت امام بخاری و امام مسلم روایت کردند. گفتند البته شمایان پروردگار خود را میبینید همچنانی که این ماه هم میبینید. ماه دیدن همچنانی که ماه که شب 14 این برای مطلقی برای رویت تشبیه، نه اینکه رنگ ماه 14 بینید. همچنانی که ماه اولش خودش مطلق ماه قمر میگن و اول ماه هلال میگن و شب 14 بدر میگن. یعنی که شب 14 بعضی انسان هایی که در چین علت دارن شاید ماه در وقت هلالش نبینن، لیکن وقتی شب 14 باشن یگام کس پوشیده نمیبینن، نمیشود ماه میبینن. همچنانی که همین دیدن ماه در که یگام شک شبه نیست، این چنین شما هم در روز قیامت پروردگارتون رو میبینید. در دوام حدیث گفتن که لا تضامون فی رؤیته، در دیدن حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم که شما خداوند جل و علا رو دیدند، حضرت پیغمبر گفتن که شما یکدیگریتون رو تنگی نمیکنید. اصلا عادتا همینه که همه اگر باشد یک دیدن یک چیز اشتیاق داشته باشن، همه یک باره نظر میکنن شاید بعضی آدم‌ها دیده نشود. حالا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در دیگه حدیث هم گفتن اهل جنت 100 مقامه، مابین هر مقام 500 ساله راه است. همه اهل جنت یکسان خداوند جل و علا را میبینن، در دیدنشون تنگی نمیکنه. گفته مبادا همین فکر در یادتون نیا. گفته در دوام حدیث همین حدیث رو همین سخن خیلی تاکید کردن که دیدن خداوند جل و علا را البته حضرت امام اعظم رحمت الله علیه گفتند که و یرا فی الاخره و یراه المؤمنون و هم فی الجنه، که دیده میشوند خداوند جل و علا را در دار آخرت میبینن مؤمن ها در جنت بودنشان. نه اینکه خداوند جل و علا جنت ده باشه، یعنی مؤمن ها در جنت بودن خداوند جل و علا میبینن به کی گفتگیش یعنی به جهت، به مقابله، به چی، به مکان میبینن که دیدن هست. نه که کیفیت دیدن شی متشابه هست که او را نه احادیث حضرت پیغمبر نه
مثال آیات های قرآنی در تفصیلاتش بیان نمودند. یا که من حاضر پاسخی برادر را جواب میدم، بعد صحبت ما را دوام میدهم. یه سوال کن پرسیدن که من میخواهم که اصول عقیده اهل سنت و جماعت از چیها عبارت است، تفصیلاتش بیان کنید. اصول عقیده اول باید بفهمیم که اصول عقیده را یکم در عالم بشریت، در عالم اسلام کی گذاشت، کی ترتیب داد؟ حضرت امام اعظم رحمت الله علیه. حضرت امام اعظم رحمت الله علیه این عقیده را از کی آموخت؟ از حضرت حماد، از استادشان که از چی تابعین، تبع تابعین، از چی از تابعین ها، از تابعین، از صحابه، حضرت پیغمبر صلی الله، حضرت امام اعظم رحمت الله علیه این اصول عقیده را آموختن و در شکل کتاب جمع آوری کردن که کتابشون نامشان فقه اکبر گذاشتن. فقه اکبر اصطلاح حضرت امام اعظم رحمت الله علیه ده میگوید که اصلا علم خودش دانش چی را میگن؟ علم گفته دانش را میگن. علم دانستن و دانش چی میگن؟ علم میگن. که علمی که دانشی که وابسته داشته باشد به اصول دین، به خداشناسی، او را گفتن اکبر. علمی و دانشی که به فروعات تعلق داشته باشن، وابسته داشته باشن، او را اصغر نام کردن. این اصطلاح حضرت امام اعظم بودن. برای همین کتاب خودشون که درباره خداشناسی بود، کتاب خودشون چی نام کردن؟ فقه اکبر نام کردن. یعنی که این کتاب من درباره چی است؟ خداشناسی است. سلام علیکم. و علیکم السلام. مرکز اسلامیه؟ بله. الو. لبه. بگو مرکز اسلامیه؟ بله. یک سوال داشتیم درباره یعنی جریان اهل سنت و جماعت کدام هاین؟ بارک الله. ان شاء الله حاضر پاسخ شما را میگم. انا همین اصول عقیده اهل سنت و جماعت حضرت امام اعظم رحمت الله علیه در کتاب فقه اکبرشون بیان کردن که با تفصیل بیان کردن که اصلا خودش باور کردن به خداوند و صفاتهای او، باور کردن به عالم برزخ. عالم برزخ چی است؟ عبارت از عذاب قبر، راحت قبر، سوال و منکر و نکیر. بعد مثال چه گرفتن؟ قصاص گرفتن در مابین خصوم، یعنی در مابین ظالمان و مظلومان، حساب کتاب، پل صراط، حوض حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، میزان، دیدار خداوند جل و علا، وجود بهشت دوزخ و مخلوق بودن آنها و دائمی بودن آنها و شفاعت حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و افعال بندگان مخلوق خدا هستند و کسب بندگان است و افضل بشر بعد حضرت پیغمبر خلفای راشدین است و از پشت هر یک آدم نیککار و بدکار نماز خواندن و در بالای هر یک آدم بدکار و نیککار نماز خواندن و انا عبارت و غیر از همین ها عبارت است. انا در همین اصول عقیده کیها خلاف کردن؟ اهل بدعت، اهل اهوا. اونها کی هستند؟ عبارت از خوارج، معتزله، روافض، مشبهه، مرجئه، قدریه. اینها در مثال چی در اصول عقیده مثلا اهل سنت و جماعت خلاف کردن. یکی از جمله اصول عقیده خلاف کردن معتزله ها بیان میکنن که خداوند جل و علا چی داره؟ خداوند جل و علا ذات خودش تنهاست، خدای تعالی صفت نداره. خداوند جل و علا عالمیش به اعتبار ذات چای، قادریش به اعتبار ذات چای، نه اعتبار مثال که خداوند جل و علا صفت نداره. اونها مردم را مغالطه میدازن و میگویند که عقل قطعی را میگن که اگر خداوند جل و علا به صفت اگر ثابت کنیم تعدید خداما لازم میاد. تعدید خداما میگه محال است. علمای اهل سنت و جماعت میگه درست، تعدید خداما به شرط محال میشود که ما ذات قدیم متعدد بگیم، صفاتاش متعدد بگیم. اگر ذات قدیم اگر باشد یک تا باشد دارای چند صفت ها داشته باشد، این متعدد نیست. از جمله مخلوق خداوند جل و علا از همه ضعیفترین مخلوق خداوند جل و علا انسان است که دارای چند صفت است. یک شخصیت است، یک او عالم است، محدث است، قاری است، حافظ است، انجینیر است، ز تکنیک است
که یک انسانی که مخلوق خدا است دارای این صفت ها داشته باشد، او ذاتی که این انسان را خلق کرده است آیا نمیتواند که او دارای صفت های ذاتی داشته باشد، صفت های فعلی داشته باشد، صفت های خبری داشته باشد؟ این صفت ها را خداوند جل و علا داراست. به شرطی ما محال می شود که به شرطی ما ذات متعدد بگیم. اگر ذات تنها باشد صفت های قدیم داشته باشد هیچ کس هرگز این محال لازم نمی شود. گفته علمای اهل سنت پاسخ معتزله ها را جواب میدهند و اونها از جمله مثال خوارج، معتزله، شیعه ها میگن که عذاب قبر نیست، راحت قبر نیست، سوال منکر و نکیر نیست. گفتن از همین جهت در اصول عقیده یکی حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و خداوند جل و علا که اشارات ها در آیات های قرآنی و احادیث حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. حضرت براء ابن عازب رضی الله تعالی عنه روایت میکند من شنیدم پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم را که آیه 27 سوره ابراهیم استعیذ بالله یثبت الله الذين آمنوا بقول ثابت نزل فی العذاب بالقبر گفته حضرت براء ابن عازب ای حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت میکند. این روایت ها را نادیده میگیرند و عقل خودشون مثال که بالا میدونن و این حدیث ها را تعبیل میکنن، تعبیل های باطل میکنن، تعبیل های باطل کردن مردم رو گمراه میکنن، میگن که عذاب قبر نیست، راحت قبر نیست. از روایت های حضرت ابو هریره و حضرت انس و دیگر صحابه های حضرت عبدالله بن مسعود، دیگر صحابه های حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت های صحیح اومده که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند وقتی که قبر و ازای قبیل العبد، وقتی که بنده را قبر کرده شود حال خویشاوند داشت دور نرفته آواز نعل او را میشنود. یعنی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتن که مردگان میشنوند. حال بعضی انسان ها را میشنویم که انسان های گمراه میگن که وقتی که انسان که مرد دیگه هیچ نمیشنود. انسان میت میشنود و انسان زایش میشناسد و از او عمل های خیر بیاید روحشون حسن میشود. این در مثال عقیده اهل سنت و جماعت همین است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتن وقتی که انسان قبر کرده شد حال مردم دور نرفته آواز نعل او رسیده ناگهان میگه در چشم پیدا میشود که دو ملائکه میدراید که و یدخلون الملکان الاسودان عیناهم و ارزخان. میگه دو ملائکه سیاه میدراید. لبای لبای سلام علیکم و علیکم السلام. خدا عزیز نازی کردین رحمت. سلامت خوبه. خب سوال داشتیم خود میشنم. امی استدلالات مذهبی به چهارگانه یک باشن که فرق دارن. سلامت باشن. از امام اعظم مثال هفت است که گفتم از دیگه خب هم یک باشن که فرق سلامت باشن. خب انشالله جواب میدیم. سلامت باشن. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتن و یدخلون الملکان الاسودان عیناهم و ارزخان یقال لاحدهم المنکر وللآخر النکیر. گفتن دو ملائکه سیاه میدرویند که اونها چشمشون سبز، اونها یک تشت گفته میشود منکر و نکیر. منکر و نکیر این صیغه‌های هستند که صیغه مفعول یا که صیغه صفت میشه به معنای یعنی ناشناس به کدام اعتبار؟ به اعتباری که انسان در عمر سرش او خیلی انسان را به صورت انسان البته می‌رویند ملائکه و ملائکه را خداوند جل و علا قدرتی داده که هر شکل خودشون میگردانند. یعنی خلاصه به همین خیلی صورت ها میآیند که او را نمیشناسند و او را میشناسند، جان میدرارند، میپرسند من ربک و ما دینک و من نبیک. همون اصول ثلاثه که امروز بعض برادرها دعوا میکنند، همین اصول ثلاثه در عقیده اهل سنت و جماعت عبارت از همین است که پرسیدن اول میپرسه که ربت کیست، دین میپرسه دینت چیست و سوم میپرسه که پیغمبر تو کیست میپرسه. اگر خداوند جل و علا که همچنان که کسی که عقیده صحیح اگرچند این سوالها ظاهر آسان هم باشه که در زبان هر کس این جاری نمیشود، جواب این سوالها در زبان انسان‌های جاری میشود که در عمر سرشون از امتحان خداوندی گذشتن، عقیده صحیح داشتن، با عقیده صحیح از دنیا گذشتن، همون زبان اونها در جاری میشود که رب من الله است، دین من اسلام است و پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم است. گفتن او را چکو میکنن پاسخ و جواب میدن. در دوام حدیث
بعد میگن ملائکه که نام کنومت العروس لبای نام کنومت العروس میگه خواب را رنگ عروس انسانی که در حیات یکم بار زن میگیره یا یکم بار شوهر میکنه ای همه خرسندی ترین شبش اما یکم شبه او را همه خیلی خرسند تا روز قیامت میگن خواب را که در حدیث ها در دوام حدیث میگه خبر شواسی میکنن که 70 زیرا در 70 زیرا عمل های کردگیش اعتقادش کردگیش با هموش گماشته میکنن. لبای الو السلام علیکم. و علیکم السلام. الو لبای نشنوم. bu cümle da peygamber ki ben istiyorum yine Hazreti Adam, Hazreti Yusuf, İbrahim, Hazreti Muhammed Aleyhisselam bu söyle Aleyhisselam. Hani de cevap edildi. خب انشاءالله وقت میگم. Maalesef. خب اگر باشه که در دوام حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیان کردن کافر منافق باشه میگن که از همین سوال ها سوال میشه من رب و ما دین و من نبی میگه که ها لا ادری میگه که نمیدونم حیران میمونم چیزی که مردم میگفتن من میگفتم. ملائکه میگن که لا تردیت لا دریت و لا تلیت تو باور نمیکردی تو فکر نکرده بودی برای اینکه امروز نمیدونی. انا او را میگن ملائکه عذاب در بعضی روایات میگه گماشته میکنن در دستش پتک یا که با اصطلاح حاضره میگن کوالی آهنی میزنه خاکستر میگرده باز زنده میکنه با میزنه تا روز قیامت عذاب. در بعضی حدیث های دیگر آمده است میگه که او را مار زهر آلود گماشته میکنن که اگر در مشرق زمین اگر زهر او مار اگر بچکه در مغرب زمین از کثافتی زهر او یگان گیاه نمیروید. لبای الو لبای سلام علیکم. علیکم السلام. Овозотон бисёр пас омадед. Может трубку поднимите? خب Алло. لبای Шура улама оқия? بله. Неъматулло шумо? نه حاضر نعمتالله یک جادن بعد میان بعد تماس میگیره بعد نیم ساعت تماس میگیره. Не я ҷо навишта гиред. Домуло Абдуқодирзода ҳамиҷаба? نیستن. Куҷо ба? بعد نیم ساعت چکنی همون کس جوابش میگه حاضر یک جا رفتگی من حقیقتش نمیدونم. як ҷо навишта гиред паго маҷлиси ҳукумат аст. خوب тайёр ҳастед? خب حاضر میام میرسونم. خب انا بعد برای او ملائکه عذاب که مار گفتیم مار زهرناک که هم خیلی زهر قاتل دارد که اگر در مشرق زمین اگر به شکل در روی زمین در مغرب زمین از کثافتی او زهره یگان گیاه نمیروید. خلاصه همین خیلی عذاب هر روز هست هر روز میگذن با خاکستر میگردن با هست. همین خبرها به تفصیل در حدیث های صحیح حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم اومدگی لیکن متاسفانه اهل بدعت این حقیقت رو نمیبینن و اونها رو خداوند جل و علا کور کردگی که چشمشون حقیقت نمیشناسن و میگن که اینها یه وقتی که انسان مر دیگه او عقل نداره تفکر نداره او هیچ نمیدونه. ظاهرهای حدیث و ظاهر احادیث حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم تعبیل های باطل میکنن عبارت از همین سبب گمراهیشان. انا در اصول عقیده چی است؟ انا همین است که در عقیده پیغمبر و صحابه اونها چیکار کردن؟ خلاف کردن و مردم رو خودشون گمراه شدن و دیگران را گمراه کردن. در همین اصول انا می کیها انا اهل بدعت اساسی سببشون گمراهیشون همیه که اصل میگه در محور دین میگه چیه؟ در شناخت محور دین چی میگه؟ عقل. ما علمای اهل سنت و جماعت میگن که محور در شناخت دین قرآن و احادیث حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است و عقل سببه. برای همکا اونها گمراه شدن و دیگران را گمراه کردن و در اصول عقیده گمراه شدن. برای هم حضرت امام اعظم رحمت الله علیه در کتاب فقه اکبرش این تفصیلات یک بیان کردگیان و بعد او تمامی علمای اهل سنت و جماعت که چی حضرت امام ابی یوسف، امام محمد، امام مالک، امام شافعی،
امام احمد ابن حنبل و امام طحاوی رحمت الله علیه و دیگر بزرگان اهل سنت و جماعت در کتاب تابع شدند، بلکه رواج دادن، تحقیق کردن. فقه اکبر کتابش 13 تا شرح داره، شارحاش همه حنفی مذهب نیستن، بلکه همش دیگر مذهب ها در شافعی مذهب، حنبلی مذهب و دیگر مذهب در شرح ها نوشتن. یگام جای شخص نگفتن که حضرت امام اعظم در همین متن در همین جا غلط کردگی، گفت این خیلی نیست، این خیلی، بلکه همشون رواج دادن، قوت دادن، گفتن سخن حضرت امام اعظم در اینجا گفتگیش موافق همین آیت و موافق همین حدیث است. و علاوه بر این حضرت امام طحاوی رحمت الله علیه کتاب متن عقیده طحاویه که در بیان عقیده اهل سنت و جماعت است، 105 عقیده اهل سنت و جماعت در اون کتاب جمع آوری کردند. در اول همون کتابش خودشون گفتن که هر چیزی که من در این کتاب جمع آوری کردگیم عقیده حضرت امام اعظم و شاگردانش میباشد گفته بیان کردگی. کسی که امروز متاسفانه بعضی بچه‌هایی که از بعضی برادرهای کم آگاه، از بعضی برادرهایی که از این اصل بیخبر هستند میشنویم که گویان که حضرت امام اعظم تحقیر میکنن، گویا حضرت امام اعظم حدیث نمیدونست، گویا حضرت امام اعظم رحمت الله علیه و عقل را ای همه بالا میدونست، ای اجتهاد بالا میدونست. گفته چی میکنن؟ بسیار گمراه شدگیان و حقیقت حضرت امام اعظم رحمت الله علیه نشناختن، عمل کردن. حضرت امام اعظم رحمت الله علیه در کتاب خودش، در مذهب خودش، حتی حدیث ضعیف از اجتهاد خود بالا میدونه. مثلا قهقه تارت میشکنه، نماز فاسد میشه، گفته دیگر اماما قبول ندارن. یا حضرت امام اعظم رحمت الله علیه با وجود حدیث ضعیف خود ثابت شده قبول دارن و در مذهبش قرار داده. ولی هم هیچ وقت حضرت امام اعظم رحمت الله علیه ای اجتهاد از حدیث سخن حضرت پیغمبر بالا هیچ وقت ای حدیث بالا نمیدونستن، چون که حضرت امام اعظم رحمت الله علیه خودشون هم در مکالمه‌شون گفتن تا اینجا میگوی او که من قرآن و قرآن مراجعت میکنم یگان مسئله شوه. گفتن اگر نیوی چی؟ گفت به سنت حضرت پیغمبر مراجعت میکنم. اگر نیوی چی؟ و حدیث های حضرت پیغمبر مراجعت میکنم. بعد نیافتی چی؟ گفت ایگان قول صحابه مراجعت میکنم میگیرم. اگر نیافتی گفت که اشهد برأیی. بعد گفتن که من وقتی که زمانی مثال تابعین که اومد، من هم رجال و نحن رجال، گفتن اونها هم مرد هستند ما هم مردم. بعد به اجتهاد خودم به قدر دانش و وسعی که دارم چیکار میکنم؟ کوشش میکنم با مسئله را از آیات های قرآنی و احادیث حضرت پیغمبر استنباط میکنم. گفته خودشون چو کردگن اقرار کردن. برای همون اصول عقیده حضرت و اصول مذهب حضرت امام اعظم رحمت الله علیه عبارت از همین چیزهاست که قرآن، حدیث، انا چی است؟ اجماع امت، قیاس، استحسان، قول صحابه، عرف، انا از همینا عبارت است که 7 درست. بعضی او برادری که عزیزی که بالا گفته بودن که عبارت اصول عقیده از همینا عبارت است. اهل سنت و جماعت کی هستند؟ ما گفتیم که اهل سنت و جماعت انا همین انسان ها هستند که در همین اصولی که حضرت امام اعظم رحمت الله علیه که اساس گذاری اصول عقیده اهل سنت و جماعت همین است که همه امام ها این اقرار کردند و همین را در همین اصول یگان جشته خلاف نکردند. ظاهر احادیث حضرت پیغمبر و ظاهر قرآن را بدون تعویل های باطل قبول کردند. اینها را اهل سنت و جماعت میگن. اهل بدعت همون انسان های میگه که در همین اصول چیکار کردن؟ خلاف کردن. در همین اصول خلاف کردن، از جمله در رویت خلاف کردن، در جمله عالم برزخ خلاف کردن، در جمله مثال که در دیگر مثال معتزله ها درباره که افعال بندگان ما گفتیم مخلوق خدا است، کسب بندگان است، معتزله ها میگن که اینه غیر از خدا دیگر خالق وجود داره که او را چی میگن؟ او بندگان خالق افعال خودشون گفته. اونها معتزله ها دعوا میکنن که خالق افعال خودشون همون چی هستن؟ همون بندگان هستن که علمای اهل سنت و جماعت دلیل میکنن. خداوند جل و علا در سوره صافات آیه 96 میگوید استعیذ بالله والله خلقکم و ما تعملون. خدا شما را خلق کرد، از عملی که میکنید خالقش خداست، بلکه شما سبب کاسب شید. گفته بیان کردن. برای هم علمای اهل سنت و جماعت بیان میکنه که توحید چیه؟
توحید سه چیزه که توحید در چی؟ در مثال توحید در خالقیت، توحید در معبودیت، توحید در واجب الوجود. توحید در خالقیت که غیر از خدا دیگر خالقی وجود نداره، غیر از خدا دیگر ذات خالقی شده نمیتواند، بلکه فقط خالق تنها خداست، رازق تنها فقط خداست و معبود تنها از خداست که غیر از خدا دیگر هم تمام انواع عبادت خاصه خداست، غیر از او دیگر معبود وجود نداره و واجب الوجود هم تنها خودشه. واجب الوجود چی است؟ وجودش از خودش است، ابتدا و انتها نداره. این صفت در غیر خداوند جل و علا نیست. اصلا موجودات دو چیزه، واجب الوجود و جایز الوجود. واجب الوجود فقط خداوند جل و علا خود و جایز الوجود چی است؟ دیگر مخلوقات الهی همه جایز الوجود. جایز الوجود چی میگن که وجودش ابتدا داره و وجودش انتها داره. یک روز نه یک روز، وقتی کدام وقتی که اراده خدا را برای شیدنش میشود و کدام وقتی که اراده خدا برای نشیدنش برای نیست میشود. زیرا خداوند جل و علا خودش میگه استعیذ بالله اذا اراد الله امرا یقول له کن فیکون. لبای الو سلام علیکم. و علیکم السلام. دونجا سوال داشتیم. میشنم. همین آیا میان ایمان و اسلام یکم فرقیتی هست یا اینکه نه؟ همین هم نخواستم با تفصیل سلامت باشی، سلامت باشی. فرق بین ایمان و اسلام. بله. خب سلامت. خب ان شاء الله. بالاتر ده یک سوال دیگه بود، گفتن که اهل سنت و جماعت، علمای اهل سنت و جماعت در باب عقیده چی است؟ همه یک عقیده دارند. این چهار مذهب فقط در چی؟ مذهب حضرت حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی فقط در فروع، در عقیده یک عقیده دارند و دو پیشوا دارند که یکی حضرت امام ماتریدی و یکی حضرت ابوالحسن اشعری. بالاتر در سوال شد که جریان‌های اهل سنت و جماعت عبارت از کیها هستند؟ جریان‌های اعتقادی اهل سنت و جماعت عبارت از ماتریدی ها و اشعری هاست. حضرت علامه تاش کبرازاده در کتاب مفتاح سعادتش بیان میکند که بدان که رئیس اهل کلام دو شخصیتی معروفند، یکی حنفی مذهب و دیگری شافعی مذهب. اما اون که حنفی مذهب است امام الهدا شیخ ابو منصور محمد ابن محمد ابن محمود ماتریدی رحمت الله علیه که سال تولد چون در علما اختلاف دارن، بعضی علما میگن 238، بعضی علما میگن 238، دیگه سال وفات چون همه اتفاق دارن 333 که 333 هجری تولد شدگی باشه، وفات کردگی هم که حضرت شیخ ابو منصور ماتریدی همین کسای و اما اون که حنفی مذهبه، اما اون که شافعی مذهب است امام المتکلمین شیخ ابو منصوری ابوالحسن اشعری بصری است. نگفتن امانت که نسب نامه حضرت شیخ ابو منصور ماتریدی با صحابه جلیل حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و میزبان حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره با حضرت ابو ایوب انصاری میرسد و نسب نامه حضرت ابو موسی اشعری با صحابه جلیل حضرت پیغمبر و حضرت ابو موسی اشعری میرسد که اون کسا پیغمبر صلی الله علیه و سلم در زمان خودش گفتن که حضرت ابو موسی چی است؟ داوود امت من است. از جهت چی؟ حسن صوتش. حضرت داوود علیه السلام بسیار میگن حسن صوت، بسیار صوت خوشرو داشتن، زیبا داشتن. حتی وقتی که او زبور رو تلاوت میکرد که بسیار وقت بعضی انسان ها از حلاوت و شیرینی سخن او جان تسلیم میکردن، حتی پرنده ها، حیوان ها ساکت قرار میگرفت. و حضرت ابو موسی اشعری را که یک روز پیغمبر صلی الله علیه و سلم قرائتش شنیدن و گفتن من را تلاوت کن در نزد من فلان سوره را. وقتی که حضرت ابو موسی اشعری تلاوت کرد، حضرت ابو موسی اول گفت که یا رسول الله با شما نازل شده، چه من قرائت کنم؟ من گفت دوست می‌دارم که از تو من بشنوم. که وقتی که شنید گفت داوود امتی منی، یک جزء آواز حضرت داوود به تو عطا کرده شده. گفته
حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم داود امت من گفته بیان کردن. محترم عزیزان، که همچنان که بعضی انسان‌هایی که امروز از بعضی برادرای عزیز میشنویم گویان که در طعنه میزنن در حق این امام‌های بزرگ، اینها غلط میکنن، خطا میکنن، خطا یافتگیان که امروز که در عالم اسلام 2 میلیارد انسان ها زندگی میکنن، مسلمان ها 1,900,000,000 همه امامی بزرگوار باور دارن، اعتقاد دارن، همچون پیشوا اعتقاد دارن. از جمله که علمای عصر که حضرت کوثری رحمت الله علیه در کتابش بیان میکنه که علمای اهل سنت و جماعت در علم کلام 2 راهبر، 2 رئیس دارن که 2 قطب زمانه، یکی حضرت شیخ ابو منصور ماتریدی، یکی حضرت امام شیخ ابوالحسن اشعری گفتن. و حضرت ابن عابدین که ابن عابدین رحمت الله علیه یکی از جمله علمای برجسته مذهب حضرت امام اعظم رحمت الله علیه است، این که در کتابشون بیان میکنه که من فخر میکنم در عقیده حضرت شیخ ابو منصور ماتریدی. که حالی برادرها برای مغالطه دختن میگه شما در مذهب حنفیین، در عقیده ماتریدی گفتن مردم مغالطه را میندازن، نشان میدین گویا که عقیده امام ماتریدی با عقیده حضرت امام اعظم رحمت الله علیه ضد باشه. هرگز ضد نیستن. در اصول عقیده یگان جدا حضرت امام شیخ ابو منصور ماتریدی با حضرت امام اعظم رحمت الله علیه خلاف کردگی نیست. فقط در بعضی مسئله های جزئی تقاضای زمان همون وقت تقاضا میکرد، در بعضی مسئله های جزئی از روش استدلال حضرت امام اعظم رحمت الله علیه دیگه جا رفتگیه. لیکن در عقیده همون عقیده حضرت امام اعظم رحمت الله علیه. چرا که وقتی که در دوره این حضرت ها اسلام، عالم اسلام توسعه یافت، انسان در اسلام انسان‌هایی که در مثال از دیگر معلومات ها از فلسفه، از منطق که اینها مسلح شدگی بودن، علم های عقلگرایی مسلح بودن، میدونستن، متخصص بودن، اینها فقط آیات قرآن و احادیث حضرت پیغمبر را اکتفا نمی‌کردند که همچنانی که حضرت امام اعظم رحمت الله علیه در دوره خودشون اکتفا می‌کردند. یک از وقتی که ضرورت واقع شد، اینها همون علم عقلگرایی، علم منطق فلسفه را یاد گرفتن در مقابل همون انسان‌هایی که از منطق فلسفه استدلال می‌کردند، دلیل‌های عقلی قطعی دلیل‌ها آوردن، علاوه بر این با دلیل‌های نقلی مردم را در عقیده صافی سلف صالحین استوار نمودن و حفظ نمودن عقیده سلف صالحین را. اینها خدمت‌هایی که حضرت امام ماتریدی و حضرت ابوالحسن اشعری مثال در اسلام مثال بسیار خدمت‌های شایانی کردگیان و در باب عقیده کتاب توحید نوشتگیان، در تفسیر تعبیرات اهل سنت نوشتگیان که اگر یک بار به انصاف هم اگر مطالعه کنن خودشون قضاوت میکنن، میفهمن که اینها چه خیلی ذات هستند. ما این را عنوان ما نمونده، در همون زمانی که اوها بزرگا زندگی کردن، همون زمان در آیا دانشمند نبود، آیا محدث، مفسر، آیا چنین همون میدونستگی، حدیث میدونستگی یا تفسیر میدونستگی یا مذهب میدونستگی انسان ها نبودن. همونها لقب گذاشتن امام الهدا، پیشوان هدایت یافته شدگان و حضرت ابوالحسن اشعری امام المتکلمین، انسان هایی که در باب عقیده بحث میکنن پیشوای اونها گفتن، اونها نام کردن، ما نام نگذاشتیم. این لقب ها را در زمان خودشون، در عصر خودشون که حضرت ابوالحسن اشعری و حضرت امام ماتریدی رحمت الله علیه در یک زمان گذاشتگیان که همه اصلا، لیکن اون کس در بصره، این کس در ماورای نهر گذاشتن. او وقت رنگ زمان حاضره تکنولوژی و مثال اینترنت یا رواج نیافته بودن، تلفنی خطی نمیگفتن که ای شیخ تو همین مسئله ده چی میگویی، این مسئله ده چی میگویی، بلکه خودشون با سویه علمی که داشتن اوها در اسلام خدمت کردن، در مقابل قرامیده ها، در مقابل اهل کتاب، در مقابل روافض اونها استفاده برده دلیل هاشون، استدلالاشون بیان کردن و اونها را آدم های مخالف ملزوم کردن و در اسلام خدمت کردن. برای همون بزرگوار امام الهدا گفتن او شخصیت ها همزمان اونها خودشون نامیدن، همزمان بودن. اینها حضرت امام طحاوی رحمت الله علیه که 321 ای عالم گذشته، حضرت ابوالحسن اشعری 324 260 ای هجری تولد شده، حضرت 321 هجری ای عالم گذشته همزمان بودن. حضرت ابوالحسن اشعری در بصره، حضرت امام طحاوی در مصر، حضرت امام
شیخ ابو منصور ماتوریدی در ماورای نهر اینها در اسلام خدمت کردند. بعد علما تالیفات اینها را، خدمت‌های اینها را مشاهده کردند، جمع آوری کردند. در یگم جا در اصول عقیده با حضرت امام اعظم اختلاف کردگی نیستند، بلکه همشون در اصول عقیده اهل سنت و جماعت یگند و پیروی کردن همون رو. زیرا حضرت امام اعظم رحمت الله علیه استادش بعد 3-4 استاد سند علمیش به حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم میرسد. برای همین علم حضرت امام اعظم سلسله ذهبی، سلسله تئولوژی میگن. حضرت سند علمی حضرت شیخ ابو منصور ماتوریدی بعد 7 استاد به حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم میرسد که حضرت ابوبکر جزجانی استادشون، اون کس شاگرد حضرت ابو سلیمان جزجانی، ابو سلیمان جزجانی شاگرد حضرت امام محمد رحمت الله علیه است که امام محمد به واسطه شاگرد حضرت امام اعظم رحمت الله علیه و استاد حضرت امام شافعی رحمت الله علیه میباشن که حضرت امام شافعی رحمت الله علیه خودشون گفتن که من در زمان خودش از استادم عالمتر ندیدم که اون کس حضرت امام محمد رحمت الله علیه وصف کردن. برای همون این مذهب 4 مذهب اهل سنت و جماعت، صاحبای 4 مذهب اهل سنت و جماعت غیر از حضرت امام مالک اینها در قربانشون استادی شاگردی دارن که حضرت امام شافعی شاگرد حضرت امام محمد، امام محمد شاگرد حضرت امام اعظم، حضرت امام احمد ابن حنبل شاگرد حضرت امام شافعی رحمت الله علیه است. که در بعض روایات متاسفانه در بعض کتاب‌ها حضرت امام مالک به اعتباری که حضرت امام اعظم رحمت الله علیه در کتاب حدیث آثار کتاب الاثار نوشتگی که برنامه 40,000 حدیث قدیم جمع آوری کردگی که به قلم حضرت امام یوسف به قلم حضرت امام محمد رحمت الله علیه کتاب الاثار میگه که امروز مسند حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه گفته مشهورن که اون کس حضرت امام اعظم رحمت الله علیه حدیث هایی که درباره تورات رسیدگی بود بعد در اون تورات ابو فصل ها جدا کرد، فصل چا، فصل تیمم، فصل مثال حیض و نفاس و طاهر شای، همون در اون باره چه حدیث ها جمع آوری کرده بود، جمع آوری شده بود، اونها گفته اومدن استدلال کردن و بعد کتاب صلات، بعد کتاب زکات و هم خیلی بردن. بعد حضرت امام اعظم رحمت الله علیه در علم حدیث حضرت امام مولی رحمت الله علیه کتاب موطأ خودش نوشت که پیروی به حضرت امام اعظم رحمت الله علیه کردن که اون کسان که حدیث هایی که درباره تورات رسیدگی بود در همون باب ها رسیدگی بود اونها هم خیلی باب ها کردن. بعد در کتاب صلات به حضرت امام اعظم رحمت الله علیه تقلید کردن. برای همون بعضی سرسش موادم همین خیلی میگویم یکی بزرگا همه اگر یک بار به انصاف همین انسان هایی که درباره حضرت امام اعظم رحمت الله علیه طعنه میزنن و گپ های ناسزا میزنن، یک بار به انصاف به تعریف به کتاب ها نگاه کنن که بزرگا همزمان های اونها حضرت سفیان ثوری رحمت الله علیه که اون کس از جمله تابعین بدن، امیرالمومنین در علم حدیث بدن، اون کس میگفتن که وقتی که زمان اجتهاد بود، وقتی که حضرت امام اعظم می اومد اجتهادش بیان میکرد ما حق برای ما رنگ ظاهر میشد. گفتن خودشون اقرار کردن حضرت سفیان عینه و دیگر بزرگا، حتی حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی رحمت الله علیه، حضرت امام مالک رحمت الله علیه میگه استادشون بودن. باز پرسیدن که من حضرت امام اعظم رحمت الله میشناسی؟ گفت چی خیلی؟ گفت میشناسم، اون شخصیتی است که اگر یک فستوم قاقه اگر باشه طلا بگه اثبات میکنه. حضرت عبدالله بن مبارک رحمت الله علیه که هم شاگرد حضرت امام اعظم هم شاگرد حضرت امام مالک، حضرت عبدالله بن مبارک استاد حضرت امام شافعی امام بخاری رحمت الله علیه است که حضرت عبدالله بن مبارک که خودشون میگه که اگر دو شخصیت نمیبود من دیگر رنگ دیگر آدم‌ها گمراه میموندم. گفتن این کس میگه که من صحبت حضرت امام اعظم رحمت الله قطع حضرت امام مالک در مدینه منوره بودم وقتی که حضرت امام مالک وقتی حضرت امام اعظم میگه که زیاده 3 ساعت طولانی کشید، وقتی میگه برآمد حضرت امام اعظم غسل میکرد، تمام لباس های حضرت امام مالک رحمت الله علیه تر شده بودند از هیبت حضرت امام اعظم رحمت الله علیه. خود حضرت امام عبدالله بن مبارک چیکار رحمت الله علیه خودشون بیان میکنند. برای اما علما میگویند که خدمت حضرت امام اعظم رحمت الله علیه در دین چیست؟ میگویند خدمت حضرت امام اعظم در دین مثل خدمت حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه است. حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه را که مسلمان ها را در قرآن یگانه جمع آوری کرده باشد،
حضرت امام اعظم رحمت الله علیه مردم را مسلمانان را در عقیده حضرت پیغمبر و صحابه جمع آوری کردگی. حکایت میکنم کوتاه اگر باشد وقت باشه که وقت منوس کفایت بگنجانه که در زمان نهم هجری که بعد همین 1 سال و 4 ماه پس حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم این دنیای فانی را پدرود گفتند، مسیلمه کذاب از طرف یمن آمد پیش حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعوا کرد ایمان میارم، شرط گذاشت، گفت که من به تو ایمان دارم، ایمان میارم به شرطی که تو مردم را اعلام کنی که اینم پیغمبره. حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که ای گمراه، ای پلید، که این پیغمبری، این رسالت امانت خداوندی است که این ای حضرت آدم سر کرده در من، که حضرت خداوند جل و علا این رسالت در من ختم نمود، بعد این تا روز قیامت دیگر پیغمبر نمی شود. لیکن بعضی مورخین میگه در دست حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک خیرمای چوب قاق شدگی بود. گفت که ای نجس، ای پلید، اگر تو همین رو طلب کنی و من بته، همین رو من به تو دادن حق میشم. خلاصه اون مسیلمه کذاب ایمان نه آورد، حضرت پیغمبر را تصدیق نکرد، رفت در شهر خودش دعوت کرد. او قابلیتی سخنوری داشت، شاعر بود، مردم را دعوت کرد تو نیست و گفت که منم رنگ پیغمبر محمد علیه السلام، منم پیغمبرم، در من وحی نازل میشه. توبیو پیدا کرد. لیکن در زمان او کس بر مقابل او برای جنگ کردن، لشکر کشیدن وقت نشید. در زمان خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه که به اجماع صحابه، که به تمام صحابه رضی الله تعالی عنه که او را به منصب خلافت و جانشین حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم برگزیدن، بعدی که جنگ بر مقابل منکرین زکات و منکرین کردن مرتدا، بعد لشکر رای کرد با سرداری حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه در شهر یمامه در مقابل قریب 3,000 مسلمان ها لشکر کشیدند. در اونجا به واسطه حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه شرکت ورزیدند و در اونجا یک قول مشهور حضرت وحشی رضی الله تعالی عنه روایت است که حضرت وحشی رضی الله تعالی عنه میگه که من در اسلام از همه بزرگترین انسان حضرت امیر حمزه به دست من کشته شده بود. افسوس میکنن، فخر میکنن که از همه بدترین و دشمن خدا و پیغمبر به دست من کشته شده. گفتن مسیلمه کذاب به همون قاتل حضرت امیر حمزه حضرت وحشی رضی الله تعالی عنه با همون نیزه که حضرت امیر حمزه زده بود، همون قتل مسیلمه کذاب هم به قتل رساند، به جهنم فرستاد. همین کی بود؟ حضرت وحشی رضی الله تعالی عنه بود. خلاصه که در اونجا بسیار جنگ سخت شد. زیاده از 70 صحابه حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم همه قاره ممتاز بودن، کشته شدند. این واقعه را حضرت عمر بن خطاب با چشم سر دیدند. وقتی که جنگ گشت آمدن، حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیش حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه آمدن، گفتند یا حضرت، یا جانشین پیغمبر، یا خلیفه اول حضرت پیغمبر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، باید قرآن به شکل کتاب در آورده شود، آیات های قرآنی جمع کرده شود. گفتم چون که حضرت ابوبکر صدیق آدم ریالی بودن، هر چیزی که حضرت پیغمبر ظاهرا قبول کرده بود همون را قبول میکرد. از جهت یعنی گفت که من چخیل میتوانم جرأت میکنم کاری را که حضرت پیغمبر نکرده است. بعد مصلحت کردن و مشورت آمدن صحابه کرام، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت طلحه، حضرت عبدالرحمن، حضرت عایشه، حضرت زید و دیگر صحابه ها را جمع کرد. گفت که حضرت عمر همین تکلیف کردند که باید آیات های قرآنی به شکل کتاب درآورده شود. همه به یک جای تکلیف حضرت عمر معقول شمردند. با تکلیف حضرت عمر با اجماع صحابه یکم بار قرآن جمع آوری کرده شد در وقت خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و تکلیف حضرت عمر. انا همونجا علما میگویند که مسلمانان را یکم در اسلام حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در قرآن یگانه جمع آوری کرده باشد. حضرت امام اعظم رحمت الله علیه مسلمین را در عقیده پیغمبر و صحابه یکم شخصیت است که جمع آوری کرد، به شکل کتاب در آورد و عقیده پیغمبر را فقه اکبر نام گذاشت. من امروز با تمام مسئولیت اظهار می‌دارم هر کتابی که در دیار ما با کدام واسطه آوردگی باشد که درباره عقیده نوشته شدگی باشد،
با فقه اکبر امام اعظم ضد باشه، من به تمام مسئولیت این را با آیت، با قرآن، با اجماع امت اثبات میکنم که او با عقیده پیغمبر و صحابه ضده. زیرا عقیده پیغمبر و صحابه را حضرت امام اعظم در کتاب فقه اکبر جمع آوری کرده که هر عقیده که با همین عقیده با فقه و کتاب فقه اکبر ضد باشه و مخالف باشه با عقیده پیغمبر و صحابه اون جای ضده. این رو با تمام مسئولیت من جواب میدم. برای همون محترم عزیزان باید که ما خود امامان را بشناسیم، همچنانی که بزرگای ما، همچنانی که چیای ما، بزرگای ما کتاب ها نوشتن، آمدن تعلیم دادن، استادای ما آمدن گفتن. از همین عقیده ما اگر بشرط بخواهیم در دنیا در آخرت سربلند باشیم، اگر ما بخواهیم در دنیا آخرت مفخر تمام بشریت در همه زمان باشیم، باید که با همین عقیده اهل سنت و جماعت، با همین پیشوایانی که ما داریم که چی حضرت شیخ ابو منصور ماتوریدی و حضرت ابوالحسن اشعری، حضرت امام اعظم رحمت الله علیه، اگر باشه که ما همچون پیشوا این کسا را مقتدای خودمون قرار بدهیم، ان شاء الله در دنیا در آخرت سربلند میشیم. برای که اینها از قرآن و احادیث حضرت پیغمبر نبرآمدند. برای خداوند جل و علا خود می‌فرماید استعیذ بالله لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. برای شما لازم است هر کاری که میکنید، هر سخنی که میگید و پیغمبر داشته باشید و پیغمبر اقتدا داشته باشید. مقتدای ما کی است؟ حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است و مقتدای همون پیشواهای ما هم حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. زیرا در دیگه آیه میفرماید استعیذ بالله قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لكم ذنوبکم. خداوند جل و علا در این آیه میگه که بگو ای حبیبی من برای انسان ها اگر باشه که اونها بخواهند من او را دوست دارم تا بیشک شوند. کسی که تابع حضرت پیغمبر میشود خداوند جل و علا او را دوست می‌دارد و گناهاشون را می‌آمرزد. برای منم توصیه میکنم همچنانی که بزرگای ما توصیه دادن از همین عقیده صافی، همین بزرگا اگر به شرط ما کج نرویم ان شاء الله در دنیا در آخرت نیکبخت میشیم. برکت و رحمت الهی در دیار ما، در خاندان ما، در عمر ما میرزد. متاسفانه بعضی سوال‌هایی که اگر آمادگی باشه ما جواب نگفته باشیم در رسانه‌های هم اینترنتی که در همون مرکز اسلامی ان شاء الله پاسخشون میگوییم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.